یک رسالتی بر دوش این حکومت، بر دوش جمهوری اسلامی که سنگر اول و اصلی انقلاب اسلامی. یه رسالت داره. یک بخشی از این رسالت آمادگی جهانی باید اتفاق بیفته تا ظهور شکل بگیره. اون که یک بخشیش دست ماست، یک بخشیش هم دست ما نیست. اما اون بخشیش که دست ماست الان مهمترین موضوعه، چون اون بخشیش که دست ما نیست انجام شده به نظر من. باز ظلم دنیا رو میگرفته که گرفته، که بعد چه اتفاقی میفته. یک بخشش هم بر عهده ماست این آمادگی جهانی رو به وجود بیاریم. این یک بود. یه بخشی هم آمادگی خود شیعیانه، یعنی یک بود ما باید آمادگی جهانی رو به وجود بیاریم، یک آمادگی هم در خودمون به وجود بیاریم. ببین اینجا یه نکته رو عرض کنیم، هر حکومتی قبل از ظهور امام زمان اگر داعیه دار برای خودش باشه باطل و محکوم به شکست، شک نداره. اما اگر حکومتی آمد فضا سازی کرد، زمینه سازی کرد برای ظهور امام زمان، و بحثش فرق. انقلاب زمانی آرام میگیره که اون هدف اصلیش برسه. خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت می‌کنه. هدف فلز 38 ساله، اگه 400 سال دیگه هم بخواد طول بکشه 380 سال هم بازم میگیم انقلاب است. دنیا رو ظلم آراسته و زیبا میگیره. نوعی از ظلمی که عین نفس کشیدن فرهنگ مردم میشه، مردم خوششون میاد. عین اینی که شما به اعراب جاهلی میگفتی چرا بچه‌تو زنده به گور میکردی، میگفت خوب کارو میکنم، مگه کار بدیه؟ همه این کارو میکنن. مردم دنیا رو آگاه بکنه از این همه این کار رو میکنند ها. بهش کار اشتباهه. اعزة علی الکافرین. این آیه قرآن، ویژگی های آن قوم وعده داده شده در آخر الزمان فسوف یأتی الله بقوم، همینه عزیز دل من، تعارف نداریم. میفرماد باید جلوی کفار بیستیم، عزت مدارانه هم بیستیم. پیامبر از قبل مذاکراتی که تو صلح حدیبیه شکل گرفت دنبال نفوذ بود در بین مشرکین. پیامبر دنبال نفوذ بود. پیامبر دنبال این بود تو خیابونای مکه بره قدم بزنه، دستشو تو جیبش بکنه، بگه دیدید نتونستید غلطی بکنید تو خندق؟ من همان کسی که چند سال پیش از 40 تا قبیله 40 تا آدم آوردید که منو در لیلة المبیت بکشید، امروز به واسطه استدلالم، به واسطه قدرت استدلالم دارم تو خیابوناتون قدم میزنم. و اینقدر شما ضعیفید که پاسخ ندارید، به مردمتون میگید دست کنید تو گوشاتون صدا اینو نشنوید. این قدرت استدلال کجاست؟ اینا ضعف حکومت زمینه ساز باید این کارا رو انجام بده. اشاعه حقانیت جهت مقایسه منصفانه مردم. اجازه بدید مردم دنیا بیان قیاس بکنن، بگن نگاه کنید این یک حکومت شیعی بر مبنای تفکر شیعی، تازه خودشون هم دارن میگن رئیسمون نیست، غایبه. ما با فرمایشات 1400 سال پیششون اینجوری داریم زندگی درست. حق رو آشکار بکنیم، مردم مقایسه میکنن بر دو مبنا، یک عقلانیت، دو فطرت. نه آدمن. مردم دنیا از خودشون سوال میپرسن چیه عربستان سعودی رو شما مثلا خیلی شاخصی که اینو بردین تو کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل؟ مردم بخندن به ریش سازمان ملل. این کارو بکنید، نذارید حق و باطل آمیخته بمونه. مورد بعدی، حکومت زمینه ساز ظهور باید مقاومت بکنه و به چالش بکشه قدرت نظامی و حامانی این فرعونهای نوین رو. میگه اینو به چالش بکشید، سربازاشون رو اسیر بگیرید، اومدن سمتتون بزنید تو دهنشون، هیچ غلطی هم نخواهند کرد، بقیه شما خداست.